سلام همه عزیزان، من امین هستم و اینجا کانال شرق‌تر از شرق. این صحنه‌ای که دارید می‌بینید ایستگاه قطار سایتا ماشین توشین هستش و به این شات‌های اول ویدیو میگن استابلیشینگ شات که به بیننده نشون میده من کجام. سایت ما یه استانی شمال توکیو. خیلی از کسانی که تو توکیو کار میکنن مثل من بعد از مدت‌ها کنار توکیو ساکن میشن. شهرهایی مثل یوکوهاما تو جنوب، چیبا در شرق و یا سایتاما در شمال. من چون هنوز تو یوتیوب تازه کار محسوب میشم، چیزهای مختلف رو دارم امتحان میکنم تا سبکم دستم بیاد. اینم یکی از اون چیزاست که توی این ویدیو حرف نمیزنم و فقط همه حرفایی که دارم میزنم بعدش صدا گذاری شده. شما هم ممکنه براتون پیش اومده باشه که یه روز کلی برنامه داشته باشید ولی هوا خراب شه، حالتون خوب نباشه و حالا یا به هر دلیلی خلاص نتونید اون کارهایی رو که میخواید انجام بدید انجام بدید. اینم یکی از اون روزاست برای من. روزیه که مرخصی هستم، تو خونه تنهام چون خانمم اداره است و کی پسرم مهد کودکه و این برای یه پدر و یا حتی مادر واقعا غنیمته. شما هر کاری که بخواید میتونید انجام بدید برای خودتون، ولی با این حال هیچ حوصله‌ای برای انجام هیچ کاری هم ندارید. یکی از همکارهای ژاپنیم تو اینجور مواقع به هم توصیه کرده بود که اگر چیزی رو تمیز کنی، مثلا خونه، ماشین، اتاق یا حتی مثل من اینجا ظرف بشوری، حالت خیلی خوب میشه. یه نوع استراحت ذهن هستش، چون خودتو مجبور میکنی یه کاری که فکر کردن اصلا لازم نداره به نحو احسن انجامش بدی. بعد توی یه ویدیو هم دیدم که یه مفهومی هست تو ژاپن به اسم ما که یه بازه زمانی هستش برای هیچ، یه نوع مثلا وقفه در زمان. از این هم تو انیمه هاشون البته استفاده میکنن. مثلا تو فیلم اسپریت دبر اونجایی که دختره کاراکتر اصلی انیمه وارد قطار میشه و هیچ مکالمه‌ای صورت نمیگیره برای 2 دقیقه. یا مثلا وقتی توتورو چترش رو باز میکنه. فکر میکنم این همکار منم یه نوع ما رو به من توصیه کرده، یه وقفه زمانی برای جمع جور کردن خودمون، برای اینکه ببینیم واقعا چی میخوایم، برای اینکه با نگاه به گذشته به آینده نگاه کنیم و از الان خودمون رو بسازیم. یادمه چند سال پیشم یه کتاب میخوندم که اصلا توصیه نمیکنم شما بخونین، چون حداقل برای من اینطور بود که بعد از خوندن اون کتاب از لحاظ بهداشت وسواسی شده بودم. نویسنده کتاب یک موبد توی یک معبد بودایی و تو کتاب در این مورد حرف میزد که اونا که صبح پا میشن چه کارهایی انجام میدن. اصلی ترین کاری که میکنن تمیز کردن راهروها، صابیدن کف اتاقا و اینجور چیزاست. این شستن رو به شستن قلب و ذهن خودشون هم تعبیر میکنن. میدونم ولاگ قبلی هم داشتم اتاقمو تمیز میکردم، شاید به خاطر اینکه این روزا بیشتر از قبل خیلی باید چشم و دل و قلبمون رو پاک کنیم. دیگه چشم ها رو باید شست سهراب زبهری افاقه نمیکنه. هرچند با شستن قلبمون چیزی پاک نمیشه، صورت مسئله ها عوض نمیشه، ولی میتونه التیام بده و از همه مهمتر امید به این که با تلاش و دست به دست هم دادن و از خودمون شروع کردن همه چیز درست میشه. برگردیم سر موضوع اصلی. اون روزایی که حوصله کاری رو ندارم، غیر از تمیز کردن مطالعه میکنم. خواندن باعث میشه که ولو برای چند دقیقه از این دنیا جدا شم و به قول ژاپنی‌ها وارد دنیای ما بشم، وارد دنیای عمیق تخیل خودم بشم که تصویر بردار خودمم و میتونم مثلا نوشته های کتابو جوری که ذهنم میخواد با آزادی تمام بدون قید و شرط به تصویر بکشم. حالا اگر حیوانی هم داشتین انصافا اونم کمک میکنه روزتون بهتر شه. اینم بگم که البته من از گربه ها و سگا و خیلی از حیوانات دیگه میترسیدم و هنوزم میترسم، ولی حداقل ترسم از گربه ریخته، چون تو خونمون کیکی این گربه رو داریم. واقعا دلم میخواد برای ولاگ بعدی برم توی این داگ کافه ها، از اونایی که کافی شاپ مانندن و توش حیوان دارن، توی داگ کافه پر سگه و ترسم رو ریشه‌کن کنم. یه کار دیگه هم که مطمئنم خیلی پیش پا افتاده است و همه انجام میدیم، گوش دادن به موسیقی. دقت کردین همه این کارهایی که تا الان انجام دادیم برای این بوده که از این محیط خودمون بیرون بیایم برای چند دقیقه؟ شاید به خاطر اینکه ما واقعا به اینجا تعلق نداریم و این کارا باعث میشه حتی برای چند دقیقه به خودمون برگردیم تا بتونیم این زندگی رو ادامه بدیم، مسلماً با لذت. ولی از همه این چیزا که بگذریم، برای من شب که بشه
همون مسئولیت ها هم لذت بخش میشه و میتونه روزم رو خوب که سهله عالی کنه. به عنوان یه بابا کافیه فقط بچه‌م بخنده. اون موقع دیگه به هیچی برای بهتر کردن حالم نیاز ندارم. خوش و خرم باشید. جان. بای بای. Bye bye.